خب سلام و درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک باز شنبه است و باز ما با شما در کانال، این دفعه در کانال نوی یوتیوبی پیمان لایف و در صفحه فیسبوکی خودم و همزمان در ماهواره یحصد در قلمرو تاجیکستان در پخش مستقیم قرار داریم. چند برنامه، یک دو سه برنامه رو من در همین فرمت ادامه میدیم، یعنی همزمان در صفحه فیسبوکی هم و در کانال یوتیوبی. به خاطر چی؟ به خاطر اون که هنوز در همین کانال یوتیوبی خب آبونه نیستید شما دوستان و میخواستم که از فرصت استفاده برده در زیر نویس کانال یوتیوبی پیمان لایف رو جای دادم، در آنم آبونه شوید و پسند نمایید و به دیگران هم رسانه‌ای کنید. همزمان میخواستم که همگان در تاجیکستان مخصوصا در زیرنویس خیلی که میگویند سوبتیتر در اینجا دیده استارید که وای به گوش استرک است و در آن سراغه ماهواره ما که در آن شما می توانید برنامه های ما رو پیگیری کنید آورده می شود و از شما دعوت می کنیم که از خویش و تبار خودتان و شخصانی که مرا در تاجیکستان تماشا دارند به همین ماهواره ما پیوست شوید تا که با سرعت بلند، با صفت خوب و با نرخ ارزان شما از خبرهای آخری که ما در این ماهواره پخش میکنیم با خبر باشید. و اگر یک چیز مثبت دیگر در همین ماهواره هست که اگر شما هرچی بیشتر در همین ماهواره همراه شوید دیگر ضرورتی قطع کردن اینترنت برای شما از طرف مقامات باقی نمیماند، چون که اینترنت رو قطع هم کنند شما از ماهواره ما را پیگیری خواهید کرد و یگانه راهی که باقی میماند برای اینها در مبارزه با ما و شما این مگر هم رنگ کره شمالی یا ترکمنستان بیایند و خب همون انتنه های ماهواره‌ای شما رو غیر قانونی اعلام کنند یا به خاطر آنها شما رو جزا دهند که در ترکمنستان و کره شمالی چنین تجربه رو برا انداختند و لیکن در تاجیکستان که هنوز چنین نیست شما می توانید راحت از همین ماهواره ما رو پیگیری کنید. خب برنامه ما چون انا در گردی چند خبری که در این هفته خبرهای جالب بودن اونها رو برچیندم و به میان میگذارم. پیش از همه میخواستم که هموطنان عزیز شما را به فرا رسیدن ماه شریف رمضان تبریک نمایم و از شما تمام تمنیات نیک را نمایم و بگذار در این سال در پیش استاده دسترخوان شما پر ناز و نعمت باشد. خب شما سرگردانی هایی که در سالهای پیش داشتید انشاءالله در این سال کمتر باشند و شما در وطن و در هر جایی که باشید با تمامی خب اقدام های شما با برار باشند و انشاءالله یک یعنی چیز تمنیات رو برای همه ما و شما میکنم که انشاءالله
رمضان آینده را ما یک جایه در تاجیکستان در گرد دوست و نزدیکانمان همه کسا در تاجیکستان آزاد میگذرانیم و اینک میگذاریم با خودی، یعنی مطلب هایی که در این برنامه من به شما پیشکش میکنم. اولا یک خبر در همین ماه شریف رمضان شد که یک بانک الف بانک در اسلامیت خود اون یعنی با واسطه کارت های این بانک خریداری مشروبات و نمیدونم همه اون چیزی که با فرموده های یعنی با شریعت اسلامی موافق نیستند اونها رو منع کرد. حتی خریدن خب اسبابای موسیقی و این و بعدا از همین اقدامش عقب نشینی کرد. ولی من میخواستم یک چند سوال اینجا میان میاد. آیا این الف بانک صاحب اصلیش کی است؟ چون در تاجیکستان خیلی که ما در خاطر داریم یگانه مستقل تشکیلات قرضی که ایمان اینترنشنال بود اون را هم یعنی کشیده گرفتند از صاحبای اصلیشان، یعنی خویشاوندان رئیس جمهور. و من باور ندارم که این الف بانک هم یک چیز نباشد، نزدیک به اویلا نباشد. و اگر آیا همین اقدام های خب طبق شریعتی که اینها جاری کردن آیا فقط در همین راستا اینها بانک اسلامی هستند یا در سیاست قرضگیری و قرضدهی و در فساد اداری و در همه این رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی و غیر قانونی کار کردن هایی که در تاجیکستان معمول است، آیا از این هم همچون مسلمان دست میکشند یا فقط یک چیزهایی یک نمایشکاری یا یک ریای بیش نیست؟ عادتا در تاجیکستان همه اون بیزنس های فعالی که همه اون بیزنس های فعالی که در تاجیکستان هستند و بیزنس های به گفت اینها موفق تری که در تاجیکستان هستند، آنها عادتا به نزدیک به مقامات هستند، نزدیک به شخص اول و دیگر مقامداران هستند. و اگر امین الف بانک هم نزدیک به اینها باشد، این یک خود وجود چنین بانک خودش یک فساد اداری است و آیا فساد اداری بدتر از همان یعنی با واسطه کارت عرق خریدن و اسباب موسیقی خریدن است یا فساد اداری با این دخل ندارد؟ برای همین این سوالایی هستند که در ذهنم پیدا شدند و من میخواستم از تماشابینان میخواستم که فکر خود را در این باره در زیر در شرح و چینید و شاید کسی صاحب اصلی همین الف بانک یعنی فایده‌گیر اساسی همین الف بانک را شناخته باشد و این را به بحث کشید. خبر دیگری که خیلی جالب بود، این وزارت معارف جمهوری تاجیکستان اخیراً خب بار سفربرکنی یعنی بار سفربرکنی به خدمت عسکری یا پر کردن خب نقشه دعوت به ارتش را به گردن گرفته است و
اخیراً وزارت معارف اعلام کرده است که تعداد از خب دانشجویان کورس های 4-5 عادتاً 4-5 باید نباشد وای عادتاً چی میگن زینه یکم تحصیلات عالی عادتاً زیاد از 4 سال نیست، یعنی کورس های 3 و 4 شاید باشد، لیکن او گفت است که کورس های 4 و 5 داوطلبانه به کمیسریت های حربی رفته خواستن که دانشگاه رو پرتفته به خدمت وطن روند و ما باید این رو باور کنیم. ببینید خب اکثر همین دانشجویان به دانشگاه دو گروه دانشجویان خب جوان میرن، جوان پسران، دو گروه جوان پسران به دانشگاه میرن. یک گروه از خدمت در صف قشون‌های مسلح به خاطر گریز از خدمت حربی به دانشجو درآید و یک گروه شاید وجود باشد، شاید گروه کوچکی هم باشد که به خاطر علم و معارف، به خاطر سیقل دادن دانش خود به دانشگاه داخل میشوند و اونها نیت دارند که من بعد نیز دانشهای خود را سیقل دهند و ماجستر شوند و PhD کنند و دیگر همین خود را به علم بخشند. فرض کردیم اگر جوان کیمیا بخواند، البته که با کیمیا او در گمرک کار نمی رود، در انداز کار نمی رود، در پرکورور و در سود کار نمی رود که از به خاطر تمجویی به دانشگاه کیمیا داخل شده است، به بخش کیمیای دانشگاه داخل شده است. البته که او یا تشنه علم است یا از ارتش گریخته است و او تشنه علم به خاطر همان تشنه های علم آمدند و در کشورهایی که وظیفه مقدس در ارتش خدمت کردن است، دانشجو را به همین خاطر آزاد کردند که برای علم اما ملت، برای پیشرفت علم خلل وارد نشود. یعنی همانایی که جوان پسرایی که لیاقت عالم بودن را دارند صد رای اونها نشویم و در این حالت اگر فرض کردیم که یگان تعداد معینه به خاطر علم به دانشگاه رفته باشند، اونها را از آنجا گرفته و البته که داوطلبانه هم عادتا همونها اگر رفته باشند میروند و این حماقی بیش نیست که اگر او چیز بگیرد، تحصیلات عالی بگیرد، حداقل 1 سال خدمت میکند. اگر او تحصیلات در کورس 3 یا 4 به ارتش رود، او 2 سال پوره از علم کنار میماند و همان عالم شوی که 2 سال بهترین 2 سال جوانی رو بر عبث داد. او البته که دیگر همان امکانیت های ذهنیش را پوره نمیتواند استفاده برد و البته که چنین دانشجویان نباید حتی از ماجستراتور هم به ارتش جلب شوند و اون دانشجویانی که گویا داوطلبانه است کورس 3 و 4 رفتند، اونهایی که از ارتش گریختند، از سفربری به ارتش گریختند، یکی خودشان با خواهش خود اومدند و داوطلبانه به ارتش رفتنی شدند. خب میخواستم از تماشابینان، از دوستان در ذهن فکر و اندیشه خود را در همین مورد بیان دارید و ما باید در این مسئله هم اندیشه خود را گفته باشیم و با هم این را بحث کنیم و ببینیم که تا چه حد
همین به واقعیت نزدیک است همین خبر که دانشجویان کورس های آخر داوطلبانه آمدند و به ارتش رفتند. خب رئیس کمیته زمین شهر استرفشن یا ناحیه استرفشن بود، شهر یا ناحیه استرفشن رو در پی مقاله پیام گویا بازداشت کردند و یعنی تحقیقات نسبت او انجام دادند که عملهای غیر قانونی در خرید و فروش زمین انجام داده است. و ببینید برای من خیلی باعث نگرانی است که محض با در واکنش با یک رسانه نزدیک به مخالفین این عمل را گویا عمل کردند. این نشانگر آن شاید باشد که در همین مقاله نوشته شده است که همین بنده خدا یکی از یعنی به همان گروه نزدیک بوده است که به فکرم به یتیموف نزدیک بودند و خیلی که به نظر می رسد امروز یتیموف از فضای اطلاعاتی تماما گم شده است و معلوم نیست که او در اتاق کاریش حاضر می شود یا نه. تا جای درک داره من چند ماه پیش خبر یافتم و شاید به فکرم به تماشابینانم گفته بودم که او در اتاق کاریش هم پیدا نیست. حداقل حدود 2 ماه یا بیشتر می شود که در اتاق کاری هم حاضر نشده است و این از آن درک گواهی می دهد که همین بنده خدا چیز استرفشن که گفتیم زمین ساز استرفشن رئیس کمیته زمین استرفشن رو یعنی به جوابگری کشیدن، چون همه کمیته های زمینی تمام ناحیه ها در تمام قلمرو تاجیکستان شاید در بعضی از منطقه هایی که اونجا زمین تقریبا کم ارزش است فرض کردیم شاید در بدخشان کوهی یا در دیگر منطقه هایی که زمین اونقدر یکم زیاد نیست و سنگلاخ است کوسور است، شاید اونجا همین خیلی منبع درآمد مفت درآمد کرپسیونی کمتر باشد، لیکن در باقی ناحیه ها کدام زمین سازه که کدام رئیس کمیته زمین کدام ناحیه رو که نخواهید اگر خواهید که او رو بازداشت کنید چخیلی که میگویند چشما رو پوشانده همون در یک کاغذ ناحیه همون ناحیه را انتخاب کرده رو آزادانه همون کمیته زمینش باشد، معمارش باشد، رئیس ناحیهش باشد، رئیس دستگاهش باشد، کسی را که نخواهی میتوانی بازداشت کنی و آزادانه چیزی کرپسیونی یک پرونده کرپسیونی را جور میکنی و با این شکنجه که در ما رایج است همه دستاندرکاران همه شریک هایش رو در 1-2 ساعت همش رو میفروشد و پر را بیانات درکاری لازمه رو میدهد و این بنده خدا را از افتش چیزش آمد وقتش آمد و خب دیگر این رو قربانی کردن و باز در اینجا آوردن بعد شاید همون خبری که به پیام رسید به رفیقون از پیام رسید شاید اون هم یک جزء همین طرحی بازداشت و چیز کردن همین بنده خدا باشد. یک خبری که هفته پیش حتی 2 هفته پیش آمد من اون هفته از خاطرم برآمد، این خیلی جالب است برای من.
متخصصان ساحه فناوری اطلاعاتی یعنی اینفرماسیون چی میگن تکنولوژی، یعنی برنامه سازان، اونایی که برنامه می سازند در شبکه ها، همین قشری جامعه روسیه امروز بر اثر تحریم هایی که بر علیه روسیه جاری شده است، اینها از روسیه خب فرار کرده ایستادند و تعداد از اینها در جمهوری های قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان سکونت اختیار کردند و در اینجا چخیلی که خبرها میرسد تعداد کم هم نه، یعنی یک تعداد معینی خب برنامه سازان سطح جهانی هم گویم خطا نمی کنیم به این کشورهای همسایه ما سرازیر شدن و سوال به میان میاد که چرا به تاجیکستان و ترکمنستان نه؟ و به این سوال خودتان پاسخ دهید. اون کشوری که در اونجا در هر سر قدم رسمی پیشوای ملت آویزان است، همون کفایه است که یک نفر یک ایجادکار آخران منطقه که باشد برای او همانجا را انتخاب میکند برای فعالیت و کار و فعالیت و زندگی. چون که هر انسان بجز اگر حتی ما ببینید جمهوری خلقی چین هم معاش بیش زیاد میدهد به مردم، هم خب فراوانی بیشتر است اونجا، هم زندگی ارزانتر است. لیکن از چه سبب باشد که یک اروپایی حتی یک تاجیکستانی اختیار نمی کند؟ اگر فرض کردیم به یک تاجیک در همون یک موقع یک پوزیشن میگن در دو کشور، فرض کردیم در آلمان و در چین در شانگهای مثال جای کار پیدا شد و کمی نه خیلی در طرف چین معاشش بیشتر هم باشد، او آلمان را انتخاب میکند. چرا؟ البته که همه شهروندا آزاد نفس کشیدن را میخواهند و در جمهوری ما که حتی به چیز خصوصی به حریمش خصوصی شهروندان و میمونان و همه دخالت دارد، البته که هیچ کس مخصوصا به ویژه همین شخصان ایجادکار به مانند برنامه سازان که در ساحه فناوری های اطلاعاتی کار و فعالیت دارند، کشور ما را برای سکونت اختیار نخواهند کرد و این هم یک ضرر دیگر همین خیل رژیم ها برای کشور و مملکت است. خب این را ببینید، من حتی بیوسته دلیل دارم که در خب قرقیزستان، در ازبکستان، در قزاقستان تعداد زیادی از همین متخصصان آمدند و در اینجا الکی خب فیرما ها شدند و در الکی امروی اونها نمایندگان این مردم هم الکی چیز به کار در آمدند، یعنی اونها نمایندگان از این مردم را نیز به کار میگیرند و اونها باعث ترقی کردن همین ساعت در این کشورها می شود. خیلی که در سالهای جنگ اگر کسی تاریخی تاجیکستان رو بلد است یا کسی که سن و سال کلانتر دارد، در سالهای جنگ به تاجیکستان بهترین طبیبان با تمام تجهیزاتشان انتقال داده شدند. در تاجیکستان بر اثر همین یعنی
چی میگن اواکواسیون تخلیه امین تعداد علمان ساحه طب تاجیکستان و تأسیس دادن دانشگاه طبی تاجیکستان که در دوران شوروی یکی از در سطح بلندترین اعتراف میشد دانشگاه خب طب تاجیکستان بود و خیلی علمان برجسته تاجیک محض از همین درگاه برآمدند و ببینید چی فایده میکرد. امروز همین روس‌هایی که شهروندان روسیه که جمهوری قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان خب شاید موقت باشد، شاید طولانی تر هم باشد، آمدند البته باعث پیشرفت ساحه در این کشورها می شود، ولی ما از این بی‌نصیب میمونیم چون که برای ما مهم است پیشوای معظم ملت باشد. مهم است او پیشوای معظم ملت بیاید و نقشه ریزد. امروز اگر وای نقشه ریزد و بعد یک خب کتیجو رو برای اونها اختصاص دید و یک مبلغ ها رو اختصاص دید و اونها رو خریده بیارد، لیکن گمان نکنم که چنین باشد. برای همین آزاد بودن در کشور نسبتاً آزاد، کشورهایی که نامبر کردم از ما خیلی آزادتر شهروندان اونجا رو زندگی دارن، به همین خاطر این متخصصان به اونجا رو انتخاب کردن. خب در اوکراین ببینید کدام در ابتدای قضیه اوکراین تمام دنیا خیلی احساسی شهروندان اروپا و امریکا احساسی شدند و کشورهای اینها نسبت اوکراین ها خیلی مناسبت دیگر تر داشتند و تاجیکان ما و دیگر شرقیان، دیگر مسلمان ها ادعا میکردند که خب افغان هم مورد قتل عام قرار گرفت، سوریه اگه قتل عام میشد. نسبت اونها اروپا چنین نبود ولی نسبت اوکراین ها چنین شد. ولی خیلی که حاضر میبینیم در طول همین 3 ماه الکی موضوع اوکراین هم کونه شد و تقریبا به یک امر طبیعی تبدیل شده است و از همون چند میلیون 3.5 میلیون 4 میلیون اوکراینی که فرار کردند و به اروپا آمدند، بیشتر از 1 میلیون بازگشته به وطن برگشتند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه خب موضوع اوکراین دیگر نشد و خب مردم به کشورشون برگشتن دارند. متاسفانه در این کشور طبق گزارش‌هایی که در شبکه‌ها پخش شدن 11 شهروند ازبکستان همسایه کشور ما در شهر بوچا که مورد قتل عام لشکر پوتین قرار گرفته بودند، در اینجا 11 شهروند ازبکستان به نام و نشان گم شدند و طول الکی 3 ماه می شود یا 2 ماه می شود که از آنها درکی نیست. و متاسفانه در این جنگی که اصلا جنگی ما نیست، الکی 7 شهروند جمهوری تاجیکستان، 7 زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را هم داشتن خب قربان این جنگ شدند و من به نزدیکان این هموطنان خود خب تعزیت بیان میکنم و خب دیگر ما باید مراجعت هم به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو روسیه قرار دارند و از هر واسطه‌ای که نباشد استفاده برید و در این جنگ شرکت نکنید که این جنگ ما نیست و جانتان را به
ببینید از در طول 3 ماه الکی 3 ماه می شود الکی 7 شهروند جمهوری تاجیکستان قربانی می شود. از به گفت وزارت مدافعه روسیه همگی حدود 2000 تلفات جانی دادند. اگر از 140 میلیون اهالی 2000 تلفات جانی باشد، پس چند فیصد این جنگنده ها تاجیک بودند که از همین 2007 تاجیک الکی تلفات. یعنی اگر فیصد عمومی ارتش رو بگیریم و اون 2000 رو بگیریم و به همون متناسباً همون 7 نفر رو بگیریم، چقدر تاجیک پس در این ارتش خدمت میکرده است. از نگاه من چنین تعداد تاجیکا در این جنگ شرکت ندارند، ولی دلیل همین قدر قربانی زیاد، فیصد زیاد قربانی از تاجیکا، این اون دلیل است که خیلی که در روسیه نسبت تاجیک مناسبت دارند، در ارتش روسیه هم همین مناسبت است که همین تاجیکا را به گفت خود روسا ترپیده کرده، پیش شاید رنگ عادتا اگر بینیم کناره های یعنی دهه های روسیه قربانی میتید، مسکوگی قربانی نمیتید، پتربورگی قربانی نمیتید، اکاترینبورگی قربانی نمیتید، بوریات قربانی میتید و داغستانی قربانی میتید و تاجیک قربانی میتید. از این خاطر شهروندان جمهوری تاجیکستان، فرزندان تاجیک که در روسیه شهروندی دارید، بگذار شما رو زندان برند، بگذار دزرتیر گفته زندان برند، لیکن هر کاری کرده به این جنگ نروید که جانتان را نجات دهید. این یک مصلحت برادرانه برای تمام پدرانی که فرزندان را به جنگ روان میکنند و به تمام همون خود فرزندانی که به جنگ میروند و به اونها مراجعت کرده گفتنی هم که از این اقدام دست کشید، هر کاری که از دستتان ناید کنید تا به همین جنگ شما را نبرند. سرکشی کنید، شما را بگذار به دادگاه کشند، بگذار تریبونال کنند، بگذار زندان برند، لیکن به این جنگ نروید. خب در هفته گذشته عثمان زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان با یک مراجعت به شهرداری دوشنبه که این یک مراجعت خایپ بود، مراجعت عوامگرایانه در قطار گپ‌های عمومی که همه میگویند یعنی شهر باید این خیل باشد و خانه ها را این خیل ساختن و اون چیزهای تاریخی، یادگاری های تاریخی که اکثرشون رو الکی خراب کردن، اونها را مثال فرض کردیم تئاتر لاهوتی گفته است، به فکرم او رو الکی کیا خراب کردن، یعنی در قطار اینها آورده است. و کاخ باربد یکی از خب چیزهای، یکی از عمارت‌های دوران شوروی که با صفت نسبتاً بالا ساخته شده است و البته که در اون زمانی که این را ساخته بودند در اینجا در کنارش همین خیل چیزا بودند که یعنی می ساختند اون چیزی را که می ساختند، عمارتی را که می ساختند، در کنار او به همون موافق کرده هم عمارت های دیگر هم طبیعت را می ساختند. یعنی در مرکز شهر عمارت های بلنداشانه نمی ساختند و در آنجا فرض کرده ایم همون فیلارمونی دولتی تاجیکستان یا پشت مرکزی تاجیکستان یا کینوتئاتر عینی در همون
خیلی که میگن انسامبل خوب میتفتند و اگر در کنار اونها بیاری اون بلنداشانه های شیشگی رو بسازی و اینها رو مانی، البته اینها زیب خود رو گم میکنند و مجبور میشوی که اینها رو برکنار کنی. من نمیدونم حاضر در کنار همون کاخ بربط چی است. اگر اونجا هم همین خیل عمارت های شیشه‌ای بتونی چنداشانه رو ساختند، شاید الکی این عمارت در اونجا نزیبیده باشد، لیکن در اینجا آوردن قومگرایی و خب چی میگن شوونیزم، ملتگرایی که این یورتای نمیدونم کدام خلقیت ها است و این تحقیر ملت است. یگان تحقیر ملت نیست. اولا اینکه در تمام کشورها، در فرض کردیم در نیویورک چورخانه تاجیکی هست، هیچ کس تحقیر نمی شود. در کجای فرض کردیم در همه دنیا حاضر چاینا تاون است، هیچ کس تحقیر نمی شود که و اون خربوزه‌ای که ساختن از قریب از مبلغ بودجه، اون برای شما تحقیر نشد. این آمد، این برای شما تحقیر شد و اون چیزی که اون شیوهی که این مقاله نوشته، این مراجعت نوشته شده است که این یورتو یعنی یک نوع تحقیر نسبت برادران قرقیز ما شده است. این با یک رهبر حزب سیاسی که اون نه فقط حزب تاجیکان اتنیکی است، اون حزب تمام تاجیکستانیان است و هم قرقیز و هم ازبک و هم خلق و هم ارگوت و هم حق دارند عضو همین حزب باشند و همه اینها حق دارند در پایتخت کشور. هیچ مشکلی نیست که همون با خانه برادران قرقیز مانند یک عمارت باشد که در انسامبلی که در کنار او است و موافق آمده باشد. البته این خیلی نمی شود که در یک جا یک خانه های بلندوشانه شیشگین قطار کرده در پهلویش چایخانه راحت شاید نزیبد. برای همین من دعوت میکردم که از سیاستمدار سطح جمهوری دعوت میکردم که چنین خب قومگرایی و شوونیزم و یعنی با چنین شعارهای عوامگرایانه خود را شیرین کردنی نشوید نزد مردم بهتر است. خب یک خبر دیگر بدی که آخرای هفته نشر شد، یک دختر 17 ساله از کوپروک، کدام کوپروکی در دوشنبه غلطیده است و در جان و جبار سپرده است. یعنی جسدش را در تگ کوپروک یافتند و فرضیه وزارت کارهای داخلی فرضیه را پیشکش کرده است که یعنی این دختر گویا بر اثر گشنگی از روزه‌داریش شاید سرش چرخ زده باشد و از همون کوپروکی که وی چی دارد، یعنی یک چیز بلند دارد، چی میگن با تاجیکی چی میگن، یعنی یک صدی دارد که آدم تصادف در اونجا نشود و آدم از اونجا نغلطد. ولی این آمده استند از همه پیش فرضیه یا خودکشی یا غلطیدن تصادف، ولی یکون فرضیه که پیشنهاد میکنن همین هست و شاید اینها کسی رو البته اینا میدونن و خدا نکند که در اینجا یگان جنایت صادر شده باشد و این را پوشیدنی باشد. اخیراً
امروز در رسانه ها حکم 18 سال امردین اعلام کرده شد و امردینه که بجز همون طلب کردن مردم بدخشان از حق خود یگان جنایت دیگری نکرده است، شاید هم کی باشد، شاید در جوانیش یگان اوباشی کرده باشد، شاید در کدام وقت یگان چیز دیگری داشته باشد، مشکل داشته بود شاید. لیکن در همین از 25 نوامبر تا واقعه آخر این بنده خدا یگانه گناهش همین بود که در برابر دیگر بدخشانی ها از حق مردم بدخشان دفاع کرد و در تظاهراتی که در مسکو دایر گشت یکی از فعالان بود و در پی تظاهرات و در پی اون عملها در مسکو جوانای بدخشان خیلی فعال بودند و این بنده خدا در اونجا ریاست تمام جوانان بدخشان رو به گردن داشت و خیلی فعال عمل میکرد و این خب چیز نبود، یعنی متهمی مقامات نبود. عادتا در روسیه تمام دیاسپوراهای به حساب تاجیکی که تقریبا نگویم که تمام بعض برادران شاید باعث ملال خاطرشون نشود، شاید چنین نباشند، لیکن اکثریت دیاسپورایی که در روسیه کار و فعالیت دارند اینها با مقامات نزد مقامات تاجیکستان متهمند، با مقامات تاجیکستان داد و گرفت دارند و به نشانداد مقامات هر حرکتی که میکنند باید مقامات ناراضی حداقل از عملشون نباشند که با این نقشه همین امردین و بچه های بدخشانی نمی گنجیدند و با انتقال امردین به دوشنبه و زندانی شدنش چرا 18 سال؟ چون که نمی شود که اینها مطمئن نیستند که بعد 2 سال چی می شود، بعد 3 سال چی می شود. یعنی همین خیلی انسان ها اگر هم 2 سال 3 سال برای این 237 می کردند یا یگان از همان برآمدهایش شاید باز یک پرونده 237 بر می کردند، لیکن با این بنده خدا معلوم نیست کدام بندها رو بار کردند و در روزی که دادگاهش تعیین شده بود در اون روز عاجلانه خب ادوکاتش رو دعوت میکنند، یعنی بیخبر با پرونده شناس شاید هم نشده آمدند و در کوتاه‌ترین فرصت، یعنی سود خود دادگاه خود تفتیشات دادگاهی تقریبا که نگذاشت، همان تفتیشات پیشکی رو گرفتند، اون رو تصدیق کردند در دادگاه و حکم 18 سال رو برآوردند و علاوه بر این در ناحیه در مرکز ناحیه که این بنده خدا برای خود طول چند سال خانه درست میکرد اون رو خراب کردند و این است قصاصگیری، قصاص بر از یگانه انگیزه ای که نسبت همین بنده خدا چنین حکم سنگین رو روا دیدن، این بجز قصاصگیری چیزی نبود و اینها همین حاضر پیام گرفتن که در شهر خاروخ باز یک جوان دیگری رو هم که نیز از بر خاروخ است بازداشت کردند و متاسفانه همین رسانه‌های خبری ما بام داد باشد، دیگر رسانه‌ها باشد، متاسفانه یک به خاطری چیز کردن یا آزادی باشد فرق نیست،
به خاطر چی میگن سرلوحه چی میگن گویا، یعنی بروسی میشد بروسک، به چشم میخوردگی، سرلوحه تیز به چشم میخوردگی می نویسند که باز یکی از خب نزدیکان محمد باقر، بله در اونجا همون از 25 نوامبر تا وقتهای آخری که جوانان ایستادگری میکردن، البته همه جوانان نزدیکای باقر بودن، چون که محمد باقر را که اینها میخواستن یا او را ترور کنند یا او را بازداشت کنند، در نزد خانه محمد باقر تمام جوانان نوابسته از آنه که او جوان تا همین لحظه یگان جنایت صادر کرده بود یا نه، او یک زیایی بود، او یک معلم بود، او یک همه قشره های جامعه، نه فقط جوانان در این جا در ایستادگری به حق خود سهیم بودند و هر دفعه هر نفری که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد، حکمی که با تهمت، بله شاید هم نفری را چند سال پیش، مثال همان یک جوان را چند سال پیش با جرم قاچاق مواد مخدر شاید بازداشت کرده بودند و جزایش رو هم گرفته بود و شاید هم دیگر همان وقت هم شاید تهمت بود و اگر تهمت هم نبود شاید دیگر به این کار دست نزده باشد، ولی آمدند امروز باز امان گپ ها را بافتند آوردند تا تمام مردم نسبت این یعنی یک پیش ذهنیت داشته باشد که این یک آدم بد بوده است، یک آدم جنایتکار بوده است. این را آوردند 18 سال دادند و محترم روزنامه‌نگاران ما میاند و باز میگن که یکی از نزدیکان محمد باقر. بله همه نزدیکان محمد باقرند، همه اینها نزدیکان منند، چون که برخوروغ، من یک برخوروغی ام. در اونجا یکی از منطقه های شهر خروغ است که در اونجا خانه های در دوره شوروی هم در اونجا چیز ساخته نمیشد و در اونجا خانه های بلنداشانه تقریبا که نیستند و در اونجا به گفت خب جامعه شناسان اوربانیزاسیون نبود و مردم تهجایی، مردمی که در اونجا چند عصر زندگی دارند، همه خشتبارند، باقی ماندند. در تمام شهر خروغ شاید یگانه منطقه باشد، یگانه میکرورایان باشد که در آنجا مردم تهجایی اساساً سکونت دارند، مردمی که عصره ها در اینجا سکونت داشتند و این مردم خشتبارند و آن چند نفری که از دیگر جاها هم اینجا یک دو خانه در دوره سالهای 30 و 40 که یک دو خانچه های خب ما اون وقت میگفتیم روسی ساختند، آبشیجیت میگفتیم ساختند، در اونجا که از دیگر نایه ها هم آمدن، در اونها هم با این مردم قدا شدند و خشتبار شدند و همون اونجا مردم های محمد باقر، مردم های علیم بگوید، مردم های کسی که نگوید آدم محمد باقر بگوید خطا نمیکنید. تمامی بر خروغ که یکی از میکرورایان های کلانترین شهر خروغ است. شما میوید او را کارمندان مقامات KGB و NVD او را کردن تهمت، همه هم مواد مخدر بالایش بار کردن، دیگر بار کردن، مستی، شراب مستی و نمیدونم همه چیز بار کردن، باز او را تحت شکنجه قرار دادند. او از طریق نوار کرده، او برآمد کرده، خود را خودش سیاه کرد و شما او را علیکی رسانه های خبری رحمانوفی و شما آزاد بوده او را علیکی سیاه کردید به مردم
مردم اکثریت حتی شاید در بسیار موردها خودم هم به اون افسانه باور کردیم و او آدم الکی در نزد ما سیاه شد، یک آدم یک چهره منفی شد و مردم الکی نسبت او متنفر شدند و شما می آید و او را می گیرید و بعد می گوید که یکی از نزدیکان محمد باقر. بس کنید این کار بر خاطر چیز کردن خود، یعنی پیدا کردن تماشابین و نمیدونم چی، این کار نکنید آخر. این پیامد دارد آخر. شما خودتان میوید پرونده سازی میکنید، باز پگاه یک نفر دیگر حاضر یک جوان دیگر را بازداشت کردن به یگان جرم بازداشت کردن، شاید به خاطر آن که برخوروغی است، لیکن میوبند باز بالایش چی بار کردن. و باز در سرلوه میخونیم که یکی از نزدیکان محمد باقر میبخشید کمی شاید عصبانی شدم، کمی احساسی شدم در این عرفه عید مبارک رمضان. از همتون عذر میخواهم، از محترم روزنامه‌نگارانم عذر میخواهم که شاید احساساتی سخن کردم، لیکن کمی دقت دید به اون سرلوحه‌هایی که شما میمونید نشود که این باعث باز یک بدبختی دیگری شود. خب از تمام تماشابینان باز یک بار دیگر خاطر رسان میکنم که ماهواره ما رو پیگیری کنید، در ماهواره ما رو تماشا کنید. خب در کانال نوی پیام تیوی در یوتیوب ابونه شوید و پسند کنید و دقت کنید در کانال یوتیوبی خیلی مهم است که شما شرح مونید. شرح خیلی مهم است. بغیر از وای ابونه شوی و لایک، شرح نوشتن شما هم بسیار مهم است. شرح جدی باشد. شرح این خیلی نه که آفرین و نمیدونم ثناخوانی نه. در اونجا همین موضوع های بحث شدگی را در اونجا به بحث کشید، بین یکدیگر بحث کنید، به تحقیر، به دشنام، و در اونجا باز مصلحت ها را ویسو کنید که ما چخل کنیم که برنامه های ما را جالب تر کنیم. و شما را به خدا می سپارم تا برنامه های آینده. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.